شنبه 18 یا 18 یا 19 یا 18 یا 19 می 2013 خونه کارلاین به اتفاق کامران به سختی آتیش رو روشن کردیم و الان حدودا ساعت 7 میخوایم کباب درست کنیم. الان این کباب هم نشون میدیم. به به سلام علیکم. سلام. خوبیم. این کباباست که کامران زحمتشو کشید و اینم یک مدل شیرینیه که کارلاین و لیلا زحمتشو کشیده. میخوایم بریم که آماده شیم کباب رو بزنیم روی منقل.